سلام بر بینندگان و شنوندگان عزیز، با شما هستیم با برنامه سلام مکزیکو روز 13 چپتر 8. عرضم به حضور شما که ما الان در منطقه پلنکه هستیم با براوکس. اومدیم یه حال و حولی بکنیم و ببینیم که اینجا در 2100 سال پیش مردم چجوری زندگی میکردن. It turns out it's not too bad. فقط بعدش اینه که اسکلیتور نداشتن، واسه این همه پله ها رو میرفتن بالا. پله هاشون هم پاگرد نداشته، خیلی هم گنده بیده. لیز هم هست according to مادام سر، برای اینکه سر صبح و مورنینگ دو هنوز روشه. anyways با شما هستیم، با شما انتونیو گارسیا رگالوس کریستیان. هنوز سحر اسم پیدا نکرده متاسفانه. ماریا گوادالوپه د کنسپسیون. ماریا د گوادالوپه د کنسپسیون. و من هم اسم داشتم ولی که یادشون رفت. رودریگو فلورز شد. سانتوس چی شد؟ سانتوس هم خوب بود. نه، کیپ سانتوس. سانتوس بود. Okay, Mr. Santos, Señor Santos, Rodrigo Santos. Rodrigo Santos. Muchas gracias. Adiós.